سلام، روز همگی بخیر باشه. امروز با نعیمه جون اومدیم از یه واحد دوبلکس خیلی خوش منظره میخوایم بازدید بکنیم. سلام عزیزان، یه منظره خیلی عالی داریم اینجا، ولی خب چند متر بود با دریا؟ ببین اینجا فاصلش با دریای مدیترانه فقط 400 متره. بریم خونه رو ببینیم، در حینی که داریم بهتون نشون میدیم این واحدو، بعد از جاهای دیدنی که واقعا هایلایت این واحد آپارتمانی هست دیدن میکنیم. اینجا رو نگاه کن، خیلی باحاله، یعنی یه اینترنس خیلی باحال. میتونی شما اینجا آینه بذاری. پله هاش خیلی جالبه، پله هاش ترکیب چوبه، یعنی با رنگ سفید خیلی شیک شده. شقایق جان اینجا میدونیم یه چیز مثلا خیلی خوشگل هم میتونن اینجا بچینن. دقیقاً، یعنی بستگی به چیدمان و سلیقه خریداره. واقعا ببین از پشت سر فاطیما که نگاه بکنیم، اینجا ما یه کمد دیواری داریم خیلی جادار و بزرگ، هم رختاویزه، هم جای لباسشویی هم هستش. دقیقاً. آره جای شیر. دقیقاً شیر لباسشویی هم جاش اینجا هست. شما میتونی ماشین رختشویی لباسشویی رو اینجا بذاری و حتی خوش کن. جا به اندازه کافی هست تو این واحد. یه سرویس بهداشتی، حموم دستشویی خیلی بزرگ اینجا داریم. دراش هم کشوییه، میتونی نگاه کنید. دقیقاً. آره سلام خوردیم بالا. سمت راستمون یه دونه اتاق سالن پذیرایی میشه گفتش. تیوی هم میشه بذاره. اتاق تیوی هم میتونین ازش استفاده بکنین. بیا داخل فاطیما. من میخوام از این بالکن منظره رو نگاه کنیم. آره بیا، خیلی جالبی داره. فوق‌العاده است اینجا. ببین نگاه کن، ترکیبی از کوههای تروس، این باغای موز. ببین خیلی از ایرانی‌ها می‌دونی جالبش چیه؟ اون هتلی که اونجا روی تپه است، همه اونو میشناسن. اون هتل گلد سیتیه. بغل دستش یه خورده دورترم یه هتل رزیدانس بزرگ لوکس باحال دیگه است. شما از اینجا نگاه کنید، اونا تقریبا با دریا تقریبا 2 کیلومتر فاصله دارن. اینجا فقط 400 متر با دریا فاصله. منظره ببین شب که میشه، اصلا چراغا که باز میشه، این تابلوها رو دیدی دارن بیرون میفروشن، چراغ انقدر باحال میشه. من میام اینجا واقعا دوست ندارم برگردم. خیلی خوشگل میشه. بعد طبقه آخر این ساختمون هستیم، گردش هوا خیلی خوبه، یعنی شما در و پیکر اینجا باز کنید اصلا دیگه نیازی ندارین که کولر رو روشن بکنید. فوق العاده نیست این منظره. بعد این ساختمون نوسازه، اون ساختمون نوسازه، یعنی ساختمون‌های اطرافم یه کانسپت خیلی شیک و لوکس باحالی به اینجا داده. بریم بقیه قسمت اینجا رو هم ببینیم. بریم عزیزم. فاطیما بیا بی زحمت. بالکن اون رو دیدی؟ یه بالکن خیلی باحال دیگه هم اینجا داریم. میتونی میز ناهارخوری بزنن اینجا. دقیقاً همینه. ببین یه فرم مثلا 1/4 دایره است. هم تو میتونی میز گرد بذاری، هم میتونی میز مربع بذاری، 4 نفر. اصلا میتونی